Assalomu alaykum va rahmatulloh. Barodarim ahli islom. Avvalo kasay xushvaqt ravil alhamdulillah faoliyat ko'rish raftisday. Kasonki davlatlar xorija tani dorin inshaalloh ma dar xizmat hastیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا بر خداوند را که نوری ایمان داد، غافر و رحمان و رحیم است، پاک از عیب و شرک و نقصان است. صلوات خدای هر ساعت و رسولی که هست صاحب ذو طاعت. نام پاکش محمدی عربی است، رهنماینده بزرگ و سبی است. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام و مهمانان گرامی قدر. الحمدلله به خدا شکری به عدد که امروز دوم جمعه مبارکه انشاءالله ماه شریف رمضان ما شما قرار داریم. الحمدلله الله و این انشاءالله روز جمعه مبارک ما شما را رسوند و این چنین انشاءالله دهه مغفرت است. الحمدلله سبحانه و تعالی اگر طاعت عبادت های ما شما را قبول کند، چی روزانه عبادت داریم چی شبانه عبادت داریم، انشاءالله الله سبحانه و تعالی مکافاتش چی است؟ انشاءالله خلاقت مغفرت گناه است. الحمدلله کسانی که روزه داشتن انشاءالله و شبها قیام دارند، نمازهای تراویح میخونند الحمدلله، یا که شبها یک بیدار میشوند به یاد الله و یاد خدای حق سبحانه و تعالی ذکر میکنند، الله اکبر میگن، سبحان الله میگن، انشاءالله خلاقت. بلکه اکثر این شبها در قیام است، چون که عزیزان من تراویح میخوانیم ساعت 12 11 میشود و دیگه خدا خواهد انشاءالله با میریم تردد و یعنی انشاءالله یعنی اوسری خری میکنیم الحمدلله. بلکه بالکل این شبها به طاعت است. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. خدا خواهد انشاءالله دلگیر نباشین. الله سبحانه و تعالی انشاءالله در این دهه تمام گناه های ما و شما را خدا خواهد مغفرت میکند. همچی یک از مادر انسان تولد میشود بی گناه، همچنان خدا خواهد انشاءالله از مادر بی گناه تولد از این ماه انشاءالله خدا خواهد خارج میشیم دیگه. از درگاه الله سبحانه و تعالی امید داریم. بنده با امید، شیطان ناامید. خدا خواهد انشاءالله برای همین هر دقیقه این لحظه ها را از دست ندیم عزیزان من. هر یک دقیقش، هر یک دمش غنیمت است. هر یک سکونتش انشاءالله غنیمت است. به یاد الله باشین، به ذکر الله باشین، به صلوات گفتنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشین. این حدیث انشاءالله خدا خواهد انس بن مالک روایت میکند. ببینید پیغمبر نازنین چی میگه؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم خرج من عند جبرائیل آنفا. میگه برآمد، میگه از نزد من، میگه حالی میگه چی جبرائیل بود من، میگه فاخبرنی ان ربی عز و جل. بس من میگه خبر داد از یعنی آفریدگار. چی گفت؟ میگه کدام مسلمانی که ای مسلمین صلی علیک مرة واحده، کدام مسلمانی که برای تو یک مراتب انشاءالله صلوات گوید اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه، یا که صلواتی که بهترین در نمازها میخوانیم انشاءالله که اللهم صلی علی است، اللهم بارک علی است. کسی که یک مراتب میخواند و من هم و تمام فرشته ها بر همون انشاءالله امتت 10 مراتب صلوات میگن. الحمدلله. ببینید سبحان الله، 10 مراتب ایوز یک بار. بس پیغمبر میگه بسیار گوین انشاءالله برای من صلوات روز جمعه. عینا روز جمعه بسیار گفتن صلوات بگوین که چون که صلوات های شما برای من چی عرضه کرده میشد. خدا خواهد انشاءالله پیغمبری ما شما محمد صلی الله علیه و سلم گویا از این حولی دیگر حولی کوچیدم خلاص انشاءالله خدا خواهد. البته در بالای قبرش یک فرشته است. الحمدلله خداوند انشاءالله مقرر گردوندگی است. هر کسی که خواه در کدام گوشه دنیا باشه از ما تا انشاءالله پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقریبا قریب انشاءالله
4-5 هزار کیلومتر است، میشنود خدا خواهد انشاءالله. اما فرشته عرضه میکرد که فلانی بچه فلانی ای محمد بر تو صلوات گفت. رسول الله میگه که از جانبی منم برای وی رحمت فرستون. الحمدلله پیغمبر ما و شما همیشه انشاءالله خدا خواهد میشنوند، همیشه آواز و صدای ما را خدا خواهد، چون که بهترین پیغمبری که الله سبحانه و تعالی یگان پیغمبر در قرآن حبیب گفتگی نیست. پیغمبر السلام حبیب دوستی من گفت انشاءالله خدا خواهد. هرگز دوست شه، هرگز حبیب شه، الله سبحانه و تعالی انشاءالله خوار نمیکند. برای همین دائم انشاءالله خدا خواهد چی باشیم؟ کدام مشکلاتی که سرت می آید البته صلوات بگو خدا خواهد انشاءالله. کدام مشکلات بچه نداریم خدا خواهد انشاءالله، دنیا میخواهی، زنی سال میخواهی، چی میخواهی، چی آخرت میخواهی، دائم انشاءالله صلوات بیشتر گفتن که الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد برآورده خیر میگرداند. اما مقصدات حاصل میشه نمی دنیا نه، چون که خدمت که انشاءالله الله خدا خواهد ما و شما را خدمت میکنه. امروز صحبت ما درباره انشاءالله خدا خواهد وعیدی زکات و صدقات فطر است. از دانی من کسانی که انشاءالله خدا خواهد این ماه رمضان ماه خدا خواهد خیر، ماه انشاءالله خدا خواهد سخاوت است. الحمدلله سخاوت پیشگان مردم ما هر روز من میبینیم انشاءالله خدا خواهد برای انشاءالله محتاجا، برای کم بغلا هر روز خدا خواهد بودو بایافتش، یک بکلش که روغن دارد می، یک خلطه آر دارد می. الحمدلله به عدد شکر که از بزرگی این ماه درک دارند. الحمدلله سری یتیما سری بینواها را الحمدلله نسیله دارند. الله از اینها راضی شود. خود در رایان ما و شما خدا خواهد یعنی سخاوت سوخیان است. الحمدلله به عدد شکر، بلکه به بر تمام انشاءالله خدا خواهد یعنی سوخ زمین دستیاری دراز میکنند. بلکه از ما و شما تقریبا والله اعلم 25-26 نفر یتیمانده خدا خواهد انشاءالله 40 میلیون رسخات میکنند. سبحان الله الحمدلله. خدا خواهد این کسایی که وفات کرده شوهراشو محتاج هستن انشاءالله خدا خواهد این بختی ما و شما که امروز مردم ما و شما درک کردن که این عاقبتی خیر احسان، عاقبتی صدقات کجا میبرد انشاءالله. چی انشاءالله درجه ها برای انشاءالله منتظر است. یا که در بینای مسجد ما چندین تمام روی دنیا الحمدلله مسلماناش الحمدلله دستگیری دارند. الله سبحانه و تعالی اله راضی باشد. الله سبحانه یکشونه 10 شونه خدا خواهد 700 میلیون برای برگردونه انشاءالله. خدا خواهد وعده خدا است. کسی که میگه یک نیکی که میاد من 10 میتیم، 10 بیاید 700 انشاءالله. به یک قول به یک احسان 700 خدا بخشد از فضل به حد. خدایت اقرض الله گفت ای جان چرا در حق نبخشی خیر احسان. خدا اوتسی که من قرضدار کنی من، یعنی قرضدارای ما و شما این کم بغلا بیچاره ها یعنی بناهای مسجد یا اینکه کوپریک است قدوق است الحمدلله راه است یا اینکه انشاءالله خدا خواهد برای یک بینوا خانه ها است. این البته اجر و ثواب و مکافات انشاءالله خدا خواهد میرسد. عزیزان من درباره وعید انشاءالله خدا خواهد یعنی زکات عزیزان من کسانی که بایستند دیروز خدا خواهد جمعه گذشته اعلان کردیم یعنی 61 میلیون و 200 هزار سوم اگر پول داشته باشین شما در شریعت با حساب میشین. از سفلی بایی تو شما باید که انشاءالله خدا خواهد یعنی 2.5 فائز 1 میلیون و 630 هزار سوم باید که خیر کنی انشاءالله خدا خواهد. این زکات عزیزان من صدقات فطر مسجد ساخته نمیشود. مسجد نه این که کوپروک ساخته نمیشود یا نبرده. شما نگوی که فقط داملا منفیت خود چه میگه. این که قدق برآورده نمیشود یا نبرده. این که بالنیسته ساخته نمیشود. این مخصوص جمعه گذشته من اعلان کردم میتونید سیدی ما دارین خدا خواهد صدای قرآن انشاءالله هر جمعه هر روز موعظه ما خدا خواهد پرتافته میشود. این هم 7 گروه آدم هست، همه 7 گروه ها نمیتیش. این دیگر هیچ کس حق ندارد. داملایی که به خودش تینج هستن بایستن صدقات خوردنش حرام است.
زکات گرفتنش حرام است عزیزان من. برای شما خیال نکنید که ملا فقط فایده خودش میگه. نه، شخصا برای من حرام است این چیز. یاد نبره این چیزا را فقط انشاءالله خدا خواهد من گوشه و هم ساخته ساده انشاءالله طالب علمان امروز مدرسان خدا خواهد بعضی محتاجیات چیا شده است خدا خواهد انشاءالله اگر زکاتات آورده برای مساکین فقط طالب علمان یا که شما اگر یک تا شانس کی نتونین یگان کم بغل یافته نتونین میتونین مراجعت کنین والله که خدا در بالا است خدا خواهد مخصوص پلاتون خواهی به تلفنی کردن تو میپرتم کم بغلانده خواهی خدا خواهد انشاءالله اگر باوری بکنه برای رضای الله سبحانه و تعالی البته تقسیم داده میشه هیچ جای خجالتش نیست انشاءالله ما الله میترسه خدا خواهد انشاءالله من چون جان دارم حق به جاش میمونم حق در جاش ادا میکنم اون پلی شما رو من امروز میخرم سحر میمونم پیش الله میرم جواب میتیم خدا هر یک تنگه که برای محتاجا بود کم بغلا بود میخورم بلکه 1000 سالها در آتش دوزخ میسوزم تو بدبخت میگه میدانستی میفهمیدی مردم دا دلالت کردی میگفتی برای چی خوردی برای چی تو خیانت کردی مال مردم دا این بسیار مسئولیت دشوار است عزیز من این پل چیز شیرین است هم کرده نمیتوند دنیا این چیز شیرین از چی است پول است این از جانت از جگرت برارده میتی هم داده نمیتونم من مسیح شده است من تمامی همه مردم شارزمین 5% 5-50 دانستم که کی سخی است و کی پرات مسجد با کار دارد درست همه داده نمیتوند نصد اوی فکر میتی تیم چی میشه نه تیم چی میشه ملو میخورد داشتش و یاش میخورد داشتش کارگرداش ها کذا برای همین این بهترین میگه خیر چی است چیزی که شیرینه دوستش میداری همون چیز خدا خواهد خیری زود میشه خیر خوبیش نمیشه که اجگر میبره خداوند در سوره توبه کسانی که پول و مالشو میرسن زکات نمیتین عزیزان من 2 آیت برای شما تحلیل میکنم چون که بخمو جایش نمیتین یعنی این آیت ها بسنده است یک آیتش بسنده است دیگر آیت نگذشته محتاجی هم نداریم خدا خواهد اگر همین آیت از ساعت دل آدمی بای کروتای پولدار اگر خدا خواهد انشاءالله باور کند هم شب خوابش نمیبرد همین شب انشاءالله خدا خواهد رفته چیکار میکند حق انشاءالله خدا خواهد همون 7 طایفه بیچاره ها را ادا کردن انشاءالله حرکت میکند خداوند در سوره توبه آیت 34 و 35 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم صدق الله العظیم راست گفت خدای بزرگ ای آنانی که گفت ایمان آوردیم برای به ایمانا زکات فرض نیست کسی که ایمان می آورد انشاءالله لا اله الا الله میگن محمد رسول الله میگن کلمه شهادت میارد الحمدلله اسلام و قبول میکنه برای ویهای این ندای الله سبحانه و تعالی این کثیر من الاحباری به تحقیق بسیاری از علماها و عابدانی میگن اهل کتاب که تورات و اهل کتاب نه دورای نزدیک ما و شما زبور که دورتر است تورات و انجیل به حساب می رود خدا میگه مالهای مردم ناحق میگیرند این عابدان این عبادت کننده این پاپا این عالمان ناحق میگیرند میگه مالهای مردم و ناحق میخورندش مالهای مردم و مردمان را از راه الله منع میکنند و یصدون عن سبیل الله از راه خدا میگم منع میکنن
عینا همین گروه ها امروز وجود دارد. من تاریخ سلمان فارس انشاءالله خدا خواهد به شما رسانده بودم. سلمان فارس در نزد یک پاپ زندگی میکند. وقتی که همه مردم اعتقاد به همون پاپ میکنن انشاءالله خدا خواهد با محبت دوستش میدارن و تمامی مردی که مردم میگن که یعنی $1000 یعنی 1000 تیلا برای تو همین مردم محتاج و بیچاره نبته و فقط ذخیره کرده در کوزا گورش میکنن. تاریخ سلمان فارس روایت دارد خودش. میگه گور میکرد، میگه بعدی وفات کرد، میگه مردم گفتن که این بسیار اعتقادش بلند بود. من نه، این اعتقادش بلند نبود، این تمام دنیای شما را فریب کرد. این همه پلا ایستاد است در زمین گور است. وقتی که میگه من کشاده میگه دادم شو، میگه دیدن و پا به مردش میگه در دار کشیدن که ما تو باور کنیم و برای این خدر محتاج و نیازمندا خیر بخوگیم تو با بخریش. عینا اشاره به کی میکنم؟ اشاره جوانایی که ارمین راه انتخاب کردی شما هوشیار شو. خداتون گیم که در همین راه ها دیرکت حساب کرده ساده چیزی که ما خیرا کنیم ما نبتیه. ما انشاءالله بیچاره کم بغلان میتیم و ناحق بخرید تحتی وعید همین آیت هستیم. هوشیار شو. کسی که این کار با عهده میگیره و میگه که من خیرات و زکاتات نبتیه و خدا خواهد انشاءالله با من باوری کنه و من عینا در جاش محتاجا میتیم و اگر بخوری میسی همین پاپا پگه به عذاب الله گرفتار میشه. ببین من یک حادثه رو را دیدم. ببینید چنان فهم میکردیم وقتی که انسان گناه میکرد عزیزان من که اینکه شما 10-15 زنا میکردی به یک $100 $200 گفته میامدی زیر پرده میستاده است. بعد میگفته من همین 10 تا دختر کردی زنا کردم. میگفته است که تمام از همین زهاد $200 کردی تو پاک شدی تو اگه جنتی هستی. حالی که جنتی دوزخی بدنی انسان فقط الله حل میکنه، بنده حل کنه میتونه. من نمیدونم که کی من جنتیم یا تو هستی یا این دوزخیه یا این فقط الله حکم کننده شه. خدا قرآن میگه استعیذ بالله یغفر من یشاء سوره بقره و یعذب من یشاء. کسی را بخوام مغفرتش میکنم، کسی را بخوام عذابش میکنم. این در دست الله هست. حق نداری تو کسی دوزخی گفتن و یا کسی جنتی گفتن. نه الله حل میکنه از من. لیکن رای حق گیر برای خدا خواهد انشاءالله. طاعت که عبادت کن، از رای زنا، پرسین، پاره، بلا بدتر خدا خواهد دور شو. انشاءالله مکافات جنته. چون که جنت جای پاکه هست. لیکن انتظار کنی که دوزخ ایجاست. خدا دو تا بای دارد، یک بستان سرای دارد، یک حبس خانه دارد. نامش دوزخ، حبس خانهش، بستان سرایش جنت عزیز من انشاءالله. در دوام آیت چی میگه؟ استعیذ بالله والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. و کسانی که میگه طلا و نقره ها را میگه خزینه میکنند. مثل قارون. ببینید قارون علیه لعنه در تاریخ علیه لعنه نامبر شده. هیچ کس علیه رحمه گفتن حق نداره. چون که همون بدبخت عیناً این کاری خدا خواهد انشاءالله چیکار کرد؟ این کاری زکات کرد. خدا پول مال دادش. به یک روایت میگه 40 شتر کلیت خدا خواهد خزیناش میبود. خدا اسمان و تعالی فرمان کرد گفت که برای بگو شکن از همون پولاش زکات برای بیچاره ها و کم بغلا. حضرت وقتی که موسی رفته گفت که ای گفت قارون، حتی قارون کتاب تورات عیاد میدونیست. امروز قاری های زیناگر های من میدونم. قاری هایی که تروریست های امروز. قاری خدا علمش داده، عالمش کرده. رای زلالت نه خدا نگه دارد و راه گمی نبرد. الله مهربان. من یهده الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له. کسی را که میگه هدایت میکنم راه گم سننده نیست. کسی را که راه گم میکنم هدایت کننده نیست. خدا منو تر راه گم نکنه.
وقتی که اومد گفت که برادرزاده قارون امک بچه بود، خدا حق سبحانه و تعالی زکات فرض کرد. خدا افتساده که ای پول مال زکات بتیا. گفت نه، گفت من اینو مهنت کرده یافتم. حالی امضا بایام همه گپا میزدید. من اینو مهنت کردم، شب و روز 2 سال و 3 سال در روسیه کار کردم و پول یافتم و اینا با ما کم بغل نمیتیمش. حالا من زیر آیت نمیگم خیلی آدم با چی ویده در پیشش. نه میتی این مال کیه؟ مال الله های و اتنا الله داد. شاه روز مردی دعا کرده خدا جان رکتو کشیدش نگیره، خدا جان بندی تو کشیدش نگیره، خدا جان ندوزونمش، خدا جان. شاه روز خدا میگن که دوز ای همه زیاد خدا میگفته نخفنه با شرمنده نشم. اتنم رسی رفت یا که خدا خیر دولت داد و که همون دولت کی الله کار تکشیش داد. الله ترا مبارک کرد. الله ترا در زندگی تو روزگار پول ما رو گر که تیموز میلیونر شدی یا میلیاردر شدی بود نمی. میگه گفت که من نمیتیمی مولا. خیر گفت فرمان خدای برای موسی علیه السلام شرمنده کردن. این ملعون بدبخت چیکار کرد؟ و گفت که حقی هم کم بغلات. گفت موسی بیچاره یک میگه زنی فاحشه را یافت، میگه حامله دار شدگی. یک زنی فاحشه را یافت میگه گفت که 1000 تیلاد میتیو همین میره موسی میگه که این بچه ته پل عبیشت کرد. میگه اون زن حاضر کرد بود از یک کدام زینا حامله داشتگی بود. وقتی که حضرت موسی قامش که میگه صحبت داشت، میگه اومد و قارون علیه گفت که ایم گفت موسی گوش که گفت کسی که گفت در شریعت زنا کند چی میشه حکمش؟ اگر گفت مجرد تنها باشد، بچه بیزن باشد، دختر بیشو باشد، اینه گفت جزاش گفت یعنی 180 خمچی میزننش. اگر بچه زن داشته باشه، دختر شو داشته باشه که گفت اینجا سنگسار است. گفت حکم شریعه همین است. همه کتابا نمی خلاص تورات نم انجیل نم نگفت ترا سنگسار کردن کار. من چیکار کردم؟ تو گفت زنا کردی. او زن گفت اینجا بیا گفت گواهیته. او زن اومد و خدا ترسید گفت که یا موسی گفت تو موسی کلیمی تو دوستی خدا هستی. این بدبخت من $1000 ابیشت کرد 1000 تیلا میتیم تو این فرزندی من ایا فلان آدمه این فرزندی تو نیست. سبحان الله. اگر راست باشه هیچ کس ترخلاق شکسته نمیتونه. تمامی اگر روی دنیا زیدی پراتی بیت کار کندم حق باشه خدا خد میبرایی. حضرت سلیمان کربی یوسفه تومت شکر زلیخا خدا سفید یک کودک گهوارنگی گوهی گذشت پاک بدنیم یک علف گوهید مگذره خدا خد انشاءالله. اگر حق باشی اگر از خدا بترسی خدا خد سری همون گناه ها نروی اما گناه ها را خدا خد نکنی. ایش کرد نه حکومت میترسی نه میلیسا میترسی نه پرکرار میترسی هیچ کس نمیترسی اگر راست باشی یا ناتوری می. حضرت موسی قهرش اومد میگه گفت که یا خدا جبرئیل اومد گفت موسی این زمین برات ارادت داد چی خواهی بکنی. حضرت موسی زمین گفت کشش بدبخته تازه آنش کشید. گفت که موسی من گفت نکش کشش گفت تا گلش اومد. با قارون چی گفت؟ تو گفت برای دنیای من شیده گفتم این کار کساده دلار که تیلای منو میگیری تیلات هم سر تخره گفت کشش تیلا پیلاش که تیازی هر روز یک قد آدم زمین تا قیامت هم میرود. کاری کنی که با الله من شمارم این جزا نگیز هیچ وقت زیدی پراتی فی خدا نبرا پراتی فی حکم شریعت نبرا جزا مقرره عزیزی من. تا برای ترسوندن نمیکنی میترسی نمیترسی از خدا بترس. ای من نترس این صحبت های ما نترس خدا خواهد انشاءالله. ما وظیفه همون است خبری خدا پیغمبر میرسونه انشاءالله. اختیارت خواهی بته نخواهی جزات هم میگیری. یکی از ندادن اجرا کرده پیش خدا روی سفید کتی رفتن به خدا خواهد انشاءالله از این دنیا هست عزیزان من. میگه تیلا
کمشا را میگه ذخیره میکنن، در صندوقاشو میتقن و در راه خدا انشاءالله چیکار خیر نمیکنن بیچاره ها و بیوه ها. نخدا خدیجه فبشرهم بعذاب علیم، ای محمد اینا را بشارتی به عذاب سختترین تشو که روز قیامت عذاب سختترین اینا گرفتار میشوند. عزیزی من شما نترسیده بتیه انشاءالله خدا خواهد اگر 1 سومکی 700 سومتیت انشاءالله خدا خواهد نترس. پلوس این خدای تعالی دادنی این چیز خدا خواهد میدانن چی است؟ این دادگی چیز خدا خواهد انشاءالله برای ما و شما خدا خواهد پول تو گم نمی شود، دوز نمی دوزش. خدا تا سال دیگر دردت نمیتیه که پول صرف کنی، بلکه در بانک های الهی گوه که خدا خواهد انشاءالله خداوند مال تا حفظ میکند، حمایه میکند به طفری دادنی. نتیجه استعیذ بالله یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. خدا سوره توبه آیت 34 چی میگه؟ همون روز میگه در قیامت مالهای شما میگه تصفانده میشود، گرم کرده میشود. مثل دوره های گیم که 10-5 سال 6 سال پیش ما برده مالام نمی قرقزا رو میدادیم، بعد بالاش چیکه میکرد؟ امبلیم میزد برای گم نشیدنش، چون که چند تا مالپا بسیار بسیار بود. این مال به این ما عرلش نشیدن هر یک آدم و میتصفون، من میدیدمش میتصفون در علابو و چیکار میکرد؟ همون دنگازه بالای گون زیر میکرد که تا که پگه من مال تیافته بتیم مال دیگه کس عرلش نشد. همچنان میگه خداوند به واسطه فرشته های معذب تصفانده میشه، میگه همون پول و مالی که ندادی بینین یکم انشاءالله خدا خواهد چی نمیشه ده، یکم انشاءالله خدا خواهد در پیشونی آدمی زکات ندادگی زیر میکنه، در دمگه زیر میکنه، در دلش در پیشت زیر میکنه. مفسرها گفتن که برای چی خداوند پیشونی و دل و پیش گفت؟ چون که این آدمی پلدار میگه اگر مبادا یک آدمی کمبغل نزدیکش بیاد پیشونیش جی میکنه، او یک جا از این پل میپرسه یا پیش بیام که دمگش میگردونه، بعد دلش بعد میمونه پیشه میگردونه، برای همین این مولا تخمند میزنه روزی که مثل همین گاه. تصور که خدا خواهد این عذابی سخت است. برای چی؟ چون که شما میگه خدا نفساتونه میگه پول مال دادمت، من پول مال گرفتی لکن چیکارش نکردی؟ رای الله انشاءالله صرفش نکردی، ندادی رای خدا. نه بته انشاءالله خدا خواهد عزیزی من عذاب طاقت الهی نداری، بته خدا با خدا میلیاردرت میکنه انشاءالله خدا خواهد. تا سال دیگه انشاءالله خدا خواهد با دچندان کرده خدا خواهد 700 مراتب زیاد الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد پلت میکرد. نترس. در سوره آل عمران 180 آیت الله سبحانه و تعالی میگه استعیذ بالله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیر لهم بل هو شر لهم. خدا میگه و کسانی که باید میگه با فضلش الله پولش میتیه، دنیاش میتیه، خدا خواهد انشاءالله مالش میتیه، الحمدلله بتیه همه شما ده، هیچ کسی محروم نکنه خدا، همه شما را بای کند. نیکین بایگری تونستن در کارده برادران ای داشت برمدن نکنه هم جاشه. اگر در بغل قشقاش خواره و هیچ کس نتیش بغل تنه می سوزه میره، یک شما میگه گپی که در گفته نیست یا که یک کس کشیده میگیرش منکر میشه. چندین بچه ها پیش من مثلا که داملا جان دادمش گفته که بخدا اگر من پول گرفته باشم با زنش هم اداره با زن فلان شو اگر من این پول گرفته باشم که زکات جنتی هم خیلی او میگن که نخوردگی ها کیا میخرم. بعد چی میشه؟ بعد با این پلس در این دنیا بعد اینفاکت میشه، پول که گم شد میشه اینفاکت پیدا میشه نه، یا که فشار خون پیدا میشه، هر گونه بیماری ها عذابت با میتیه. پلس بالای پلس.
ایوان خدا خودم 1,600,000 بته 630 ما بته او این همه پول تا گفتگی دست بتاسی دوستی خدا تو نفته سه همون 61 میلیون میت یک تمام تو صدقه پول میشی گفتگی جاش نیست 1,630,000 7 خلطه آرد نکه 700 خلطه که میتید سال دیگه خدا خواهد انشاءالله نترس و دادن نترس خدا خواهد انشاءالله حاتمی طایبی خدا خواهد شب و روز میداد 40 خزینه داشت یک تا کم بگن 40 کف میداد نمیخیر نمیپرسیدش تو کی هستی و حوض داده بود که با چی من نه همون قدر با خزینه زیاد میشه پرسیادیانش که حاتم در همین حیاتت ای ختن یگان تا با سخاطر دیدی بگو این ختن با زور سخاطر یک چوپان دیدم زدیم یک شب یک خونه چوپان در مهمان شدم یک گوسفندش یکشتا آورد میگه همین گفتم میگه خیلی جو اکش تفت داده آمده ده بسیار طعام بالازه میگه 10 مراتب میگه همون چیزا تکرار آورد خوردم میگه سر برا میگه 10 گوسفند سر زدگیه وای برادر چیکار کردی آخه تو این همین شما معقل گفته با من شوق اومد هی مهمان عطای خدا مهمان پیش نباید که همه چیز براره سبب که مهمان خدا خیلی عطای خدا نیست براید بکنمش یک چی دادم شما حصه و تو فایل میگه من 500 دونه میگه گوسفند رو بزش دادم چند هزار با میگه چیزش دادم ای سخاوته از سخاوتی که میگه همون چوپان کرد میگم من گفتن یک قدر تو آخی پول مارش دادی اما یک جوز من دادمش برای یک خرسندی من 10 گوسفند سرش زد انا باید من سخاوت من از خودم ندیدم نامش در تاریخ جریده دنیا موندگی است حتی بعضی روایت ها بلکه به صحیح نزدیکتر است همین حاتمی توی میگه روز قیامت اعراف گفتگی جا میشد بین جنت و دوزخ از جهت سخاوتش خداوند جاش میداده سبحان الله بین یکم جنت میداره خدا خواهد سخی بتی انشاءالله خدا خواهد و هو خیر لهم بلکه همون مالی که میگه خدا جمع کردی یا با فایده میشه یا با زیادت میشه میگه اگر میگه در جاش بمونی فایدت در جاش نمونی زیادت خیلی با زکات شنتی خیر احسان کردن نبسی بلای جونت نه داده باسی خدا خواهد حضور جونت ششلیکت میشه گوشتت میشه خدا خواهد انشاءالله خدا میگه کی ولله مهراه السماوات والارض ای مردم آگاه باش این زمین و آسمان میراث الله های و نیست این خزینه و این گنج و این طلا و این نکره و کمش از خدا های خدا سوره الرحمن ده میگه براو زیری الرحمن تفسیر آیتش بخون اعوذ بالله من الشیطان الرجیم این کافرها ای کجا یافتن این قدر مروارید و طلای زیری بره خدا 1500 سال پیش گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما لؤلؤ والمرجان خدا میگه ما 2 بحر آب شیرین و شور پیدا کردیم و در مابینش پرده انداختیم که یک جای نمیشود و در زیر این باب یخرج منه لؤلؤ والمرجان این کافرها شنیدن و کافتن زیر بحر اومدن ماری 24 کر نشیدن ماری خدا خواهد انشاءالله روز تا بگه صرف یک دخترچه در 100 میلیون نکردن و بگه شیدن ما شما فقط صرف کنین نهاره هستیم خلاص که بعد ما مسلمان ها بای میشیم که بگاتی میشیم خدا خواهد که ما سماریت میخریم بعد که ما که هم پرواز میکنیم بعد من امروز یهود از پل زایتش که ما ریسک شایدن بجان فلس افغان دست ما چی پل نیافته گرنگیم سرا گرنگ هم با دوله نفشاری خیر چیکار کنم کجا برم ژاپن برم امریکا برم استرالیا برم اگر ما اکونومیک زندگی رو بلند کنیم انشاءالله ما میلیاردر میشه و یا نمیخوان همین چیزا رو تشکیل دادن من شما ده که مسلمان احمق شده بگرد در نون قاه خورده و یک تا پنسیش کتی خدا خواهد نه دبی میمونه نه امریکا میمونه
نه وای خدا خودت اگر به 100 میلیون دلار کتی هیچ جا رفتن نمیتونی. رفته است میگم گورد لای به مسلم برشید اوغل از 6 بار نو کرد اینجا میبردش اونجا یک در یک برادر دوریستم 10 بار در کرد و یا تشک پیرت میکنه 10 بار در نو کرد 10 بار نو کرد گور بشه من کی تعریف بود نکنه ای کی بخنده ترا کی تعریف بود بکنه کی در کنید انا میخواد احمقی دور مده هر کس با چی میشه چی نمیشه ما بعد محتاج کیا میشیم و کیا میریم وقتم شده است عزیزانی من برای صدقات فطر میگم ان شاء الله خدا خواهد صدقات فطر عزیزانی من واجب است مذهب امام اعظم ده مذهب امام اعظم ده واجب بودنش کسی نصاب زکات نرسه میتیه لیکن نزد مذهب جمهور ده خدا خواهد ان شاء الله به خودش تین باشه کمتر افکار داشته باشه هم میتیه همین چیز نه عمل کرده میشه خدا خواهد ان شاء الله همه نمیتی خونه نه چند کسی باشه میتی خدا خواهد فقط زنی که حامله دار است نمیتیه اگر تو نماز ایده چون که اصنونای زکات یعنی صدقات فطر پیش نماز اید دادن در کار برای چی کمبغلا خرسند شوند همون روز یعنی اید کمبغلا میرم کنند و قطاری ما شما پولدارا و مالدارا چیکار کنند و یا هم بچه یکشن یک 100,000 که بطیه گوره بچم دیده برای یک چیز خیال دیگه اکش بجوشه خدا خواهد انشاءالله بین حتی که در مذهب ما شما خدا خواهد تا نمازی یعنی ادا کرده میشه خدا خواهد با میگم تو با صدقات فطر مسجد ساخته نمیشه کوپرو ساخته نمیشه بالیسه ساخته نمیشه مای رمضان پرابلم مردم سر بشه اما جمع کرده بالیسه نتیمش گور نمیتیش بیاد ته انوانو بیچاره نته خدا خواهد انشاءالله و با پلی حلالت کن اگر زکات نشیدال من خدا خواهد چندین بچه ها 3 ساله تلفن میکنن داملا جا زکات همه خمشه بتیمش من نتی نفرسون بتونی یک سون خدا خواهد مالی حلاله کن بتی 1000 روبل ته بجای $1000 چون ممکن نیست و میشه اگر من خدا خواهد با هم زکات بتنش میکنم این برادرها امروز هم تلفن داملا زکات میشه یا فلان نه جوره این هم آدماش نتی تا که الله با درگاهش قبول شد الله راضی شد ان شاء الله خدا خواهد سبب چی هستین از صدقات میگه کل حمامی صدقات فطر مثل یک بانی است برای چی بانی افتگی چیز بنده که روزدار خطا میکنه از دهانش گاه میره گاه روزه را به وقت میخواد دیگه همین کمبودی ها را بتون میکنه شسته میدادگی روزه را پاک کردن و آسمون میبردگی چیزای برادر برای این چیزایی که در کاری که استفاده بردش نمیشه کسانی که کار میکنه از خدا بترس ان شاء الله خدا خواهد از الله ترسید ان شاء الله خدا حق در جاش ادا کنین الله با چندان میتیت خدا خواهد ان شاء الله همیشه حق خدا خواهد جاش ادا کنین همیشه طرفی حق باشه خدا خواهد ان شاء الله کسانی با گفتن نمیتونیم ما امروز وای تشکیل میکنیم یا شیخ خدا خواهد ان شاء الله کسانی که مثلا گنده صدقات و فطرش دادن نمیتونن یا اونجا مثلا گنده معلوم کس ندادن نمیتونه اگه که بعضی اون نگرفته ساده دست توبه کردن من که 3-4 روز پیش گروه خدا خواهد انشاء سخاوت شیاری و خانه بچه رفته خدا خواهد خانه تا نو کرمیتیم و آریت کار اومده ریت پید ما تم سیاه در کار نه دستیم بجای خرسان شدن ما کم بغل مرد کسی که تنگی خدا خواهد انشاءالله بلکه روزی میشد منم صدقه خر میشم خدا نگه داره نیکی یک کسی یک سمو داد شکرانه که رحمت گو مثال اومده پراتش بگم نزد هیچ کس پلی زایتی نداره حتی نشد دیگه کس نمیتیم خدا خواهد انشاءالله همچنین جوان مردا حرکت دارن سعی کوشش دارن نکی نیکاره اومد خدا خواهد انشاءالله تنگ گیریم مرد کسی که کم بغلیش تنگ گیره مرد کسی که محتاجیش تنگ گیره مرد کسی که پولداریش تنگ گیره این تا برای مثلا مذمت نداده شده هیچ کس یا تا برای برون رکلام مکان نداده شده مقصد همون خانه پرتافتن این برادرها که دیگر برادرها در دیگر اطراف هستن تا اینکه پول زیاد شد زنن و خانه آباد کردن این برای رکلام مطلب شرمندگی نیست عزیزی من چون که سخاوتمندا اکثرش بیرون از وطن هستن من شعاری ما گیریم اگر 70% مردم در هم جزمی همون سمه بیند خلاقت به فقط پول میزند یاردم میکند همون خانه آباد میشه دیگه چیزی از ما تا شرمنده که در تمام دنیا میفته جام نیست الهی در کانال جوره و کانال مخصوص و کانال مونس که مت در کانال مو پرتیم الهی ز سخاوتمندا کلاناش الهی دست و همون گروه ها میبینن خلاص تو برای دنیا
و یا بیچاره یک سومن مورس الله راضی شو حرکت داره این کارو نکه برادری دوستی من باشه خداوند ان شاء الله بتیان خداوند نتاش گیرو سه که بودا بیا کم بغلا کنم بدش اگر بخد تیم باشی با تو که با تو نخیر میشه خداوند و یا خیرش ایت قبول شد تو بودی با کس ندادی با ایت قبول میشه خداوند چون که به ملک تو شید ما نداشت یک کم بغلا که بیچاره همسایت نبته نور بالای نور میشه لیکن ناحق کار نکه خداوند ان شاء الله